چند تا از آپشن‌های هونگشی HM5 رو ببینیم. قدرت موتور 140 کیلووات. با هر بار شارژ 431 کیلومتر مسافت طی میشه. در نسل جدید خودروها به جای سیستم کیلس با فشار دادن ترمز خودرو روشن میشه. دارای ترمز پارک برقی. اینجا مانیتور لمسی داریم که سیستم تهویه هوا در مانیتور مشاهده میشه. دارای سیستم دوال. این سمت سیستم گرمایش، این سمت سیستم سرمایش یا بالعکس. دو حالت رانندگی. سیستم استاندارد و سیستم اکو. این مانیتور 10.1 اینچ برقی با روکش چرم. دارای دکمه‌هایی که به مولتی میدیا وصل هستند. دارای دوربین دید عقب. کروز کنترل، سیستم ضبط وقایع، سنسور باران. خاموش شدن خودرو، دکمه خاموش رو 3 بار فشار میدیم. قسمت سرنشین جلو دارای یک پورت USB و یک خروجی 12 ولت. قسمت سرنشین عقب دارای 2 پورت USB و خروجی 12 ولت. کنسول عقب. اون نسل جدید دیگه زفاس نداره. دارای چسب شیمل و تنظیم باد خودرو. بریم با هم شارژ خودروی HM5 رو با شارژر خونگیش ببینیم. خودرو در حالت خاموش است. پوش شارژر و خودرو رو باز می‌کنیم. و شارژر رو در موقعیت شارژ قرار می‌دهیم. اینجا حتما صدای قفل مکانیکی رو بشنویم. شارژ خودرو هم آبی میشه. داخل شارژر خونگی این خودرو به پریز صنعتی متصل کنید که حداقل 16 آمپر دارای اتصال به زمین باشه. فاصله بین پریز صنعتی با کنتور حداقل 20 متر باشه. پس از شارژ خودرو دکمه فشار میدیم و شارژر رو در میاریم.